بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. اینک به عون الله تعالی ما درس خود را از شرح شرط‌های نماز و ارکان و واجبات آن دوام می‌دهیم. از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، شرح از آن شیخ عبد المحسن بن حمد العباد، الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. موضوع درس امروزی ما ارکان الصلاة، رکنهای نماز. قوله قول صاحب متن و ارکان الصلاة 14، یعنی رکنهای نماز 14 تاست. در نماز 14 تا رکن است میگوید. القیام مع القدره، یکی از آنها قیام است، راست ایستادن در برابر توانایی، یعنی اگر توانایی داشته باشد. خب، و تکبیرة الاحرام، و تکبیر احرام، و قراءة الفاتحه، و خواندن سوره فاتحه، و رکوع، و رکوع کردن، و رفع منه، و از رکوع برخیستن، و سجود علی الاعضاء السبعه، و به 7 اعضا یا که به 7 عضو سجده کردن. همین ها انشاءالله با علاهده ذکر می شوند. و الاعتدال منه، و از سجود برخیستن، و الجلسه بین السجدتین، و میان دو سجده نشستن، و طمأنینة فی جمیع الارکان، در تمام رکنها آرامی را رعایت کردن، و ترتیب، و به ترتیب این رکنها را به جا آوردن، و تشهد الاخیر، و تشهد آخر، و الجلوس له، و برای تشهد آخر نشستن، و صلات علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و درود به پیغمبر خواندن و صلی الله علیه و سلم، و تسلیمتن، و 2 سلام. بعدا شیخ شارح می فرماید که رکن الشیء فی اللغة جانبه الاقوى، یعنی وقتی که می گویند که یک چیز را رکنش، یعنی رکن فلان چیز می گویند، رکن چیز در لغت این پهلوی از همه به قوت همان چیز را در نظر داشته می شود. مثل رکن خانه گویند، یعنی یک جانبی که از همه به قوتترین جانبش می باشد که همه خانه در بالای او ایستاده است، که به او خانه نمی شد. به همین معنا. و صلاة فی اللغت دعا، نماز در لغت به معنای دعا است. و فی الشرع، و در شریعت نماز اقوال و افعال مخصوصة مفتتحة بالتکبیر مختتمة بالتسلیم، و در شریعت نماز گفته عبارت از سخن و فعلهای مخصوص است که با تکبیر آغاز می شود و به تسلیم، به سلام دادن خاتمه می یابد. این را نماز می گویند. برای چی یعنی اقوال و افعال مخصوص می گوید؟ یعنی هر سخن و هر فعل را در نماز به اختیار خود کرده نمی شود، مخصوص. فهمیدید؟ و ارکان الصلاة من اجزائها، رکنهای نماز هم از جزهای نماز می باشد. یعنی ما نمیتونیم گفتن که فقط همین رکنهایی که در اینجا ذکر می شود همین ها هستند و نماز دیگر هیچی ندارد. نه، اینها جزهای نماز می باشند. و الفرق بین الشرط و الرکن ان رکن الشیء جزء منه داخل فیه. فرق میان شرط و رکن چیست؟
رکن چیز این یک جزئی همون چیز است که در درون همون چیز هست و اما شرط باشد فلیس من اجزای از جزهای همون چیز نمی باشد بل هو اما متقدم علیه بلکه مثال انا شرط می شود که از همون چیز بیرون یعنی پیش انجام داده می شود ویرا و مصاحب له و می شود که به رکن مصاحب باشد پیهم باشد فهمیدید مصاحب له معناشون است که یعنی شرط را بجا می آری و مباشرتا رکن شروع کرده حق داری یا که متقدمون مثال پیش از رکن وی را بجا آورده تیار می شوی کدام وقتی که فرصت و فرا رسد می توانی متقدم یعنی پیش این کارها را انجام داده می شود پیش که مصاحب من گفته یعنی که مصاحب هم صحبت یعنی که یک جایه که طهارت مانند طهارت او مصاحب له یا که مصاحب مثل طهارت حالی وقتی نماز در آمدگی نباشد هم که حالی نماز شروع نکرده باشی هم که لیکن باید طهارت دار باشی یعنی وقتی که طهارت کردی مثال چی یک شرط رو تو انجام داده که متقدم علیه از رکن پیش تیار ایستاده است یا که می شود که مصاحبی رکن باشد که مثال این را بجا می آری مباشرتا بعدی او باید که چه رکن سر شود مانند که استقبال القبلت مانند رو به قبله آوردن رو به قبله آوردن شرط است رو که به قبله آورده نماز رو شروع میکنی تکبیر تو احرام سر میشه بارک الله فیک نعم قول شيخ الإسلام الركن الأول القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين البقرة شيخ الإسلام می‌فرماید که رکن یکم در برابر قدرت و توانایی راست ایستادن یعنی با قدرت و توانایی راست ایستادن نماز گزاریدن این چی بوده است رکن بوده است دلیل قول الله تعالی است که الله تعالی میفرماید در سوره بقره که حافظوا علی الصلوات یعنی نمازهای پنج وقته را محافظت کنید رعایت کنید و نماز میانه را و قوموا لله قانتین به خاطر اطاعت الله شده به خاطر الله برخیزید راست خسته چیکار کنید این نمازها را ادا کنید یجب فی صلاة الفرض ان يصلي المرء قائما اذا كان قادرا على القيام واجب است در نماز فرضیه در نماز فرض شخص راستا نماز گذارد اگر به شرطی که با راستا ایستادن توانایی داشته باشد من صلى جالسا مع قدرته عليه لم تصح صلاته و کسی که نماز فرض نشسته گذارد با وجود قدرت براز خیستن دارد لیکن نشسته نماز خواند نمازش درست نمی شود در بعضی مسجدها خصوصا مسجدها روسیه یعنی که بعضی مستفیدار میبینید که نماز سر میشه در اصل میشند اولی نماز تا آخری نماز در کرسی می نشیند پرسوی میگوید که من در پاهم در میانم در اینم در دیانم میگوید اما یعنی که از ساعت تا شبه چکار میکند این طرف اون طرف میگره به این مگزین به اون مگزین این بازار به آقای بازار پشت در میکند وقتی نماز 15 دقیقه وقتش میگرد وقت یعنی نمیتونن کم ایستادن نماز از درست نمیشود میگوید ويدل لذلك حديث عمران بن حسين بين دلالات میکند حديث عمران بن حسين وهو عمران بن حسين بن عبيد أبو نجيد الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمود صل قائما يعني نماز را راستا گذار راست استاده گذار فإن لم تستطع اگر نتوانی فقاعده بس
نشسته گذار. فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر نشسته هم نتوانی به پهلو گذار. رواه البخاری، حدیث بخاری وارد میکنه. فهمیدین؟ اینجا شرط مونده است، اگر نتوانستی، اگر به شرط نتوانستی رو ایستادن نشسته، اگر نتوانستی به پهلو. بعضی انسان ها میتواند راست ایستادن، یگون معذور نیست، یگون عذر نداره، با وجود این نماز نمیخواند. وای به حال تو. اما في صلاة النافلة فيجوز أن يصليها وهو جالس وأجره على النصف من أجر القائم. اما در نماز نافله باشد جایز است نماز نافله را شخص نشسته خواند، گرچه که راست ایستاده میتواند، لیکن نشسته خواند میتواند، جایز است و اجرش نیمی اجری راست ایستاده است. یعنی اگر شخصی راست ایستاده میتواند راست ایستاده، راست نماز گذاره 100% نماز، یعنی اجر گیرد دیگه، و شخصی میتواند نشسته خواند نماز نافله را 50% بگیرد. برای مثال والافضل ان يصليها قائما ليحصل الاجر كاملا، افضل آن است که نماز راستا خواند برای اجر پر گرفتن، به دست آوردن پر. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في ذلك، بنابر حدیث آمده است از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه فی ذلك، در این مورد. اخرجه مسلم، حدیث مسلم روایت کرده است. وإذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما فعلى الفرض والنفل جالسا فله الأجر كامل. اگر بیمار راست نماز گزاریده نتواند، نماز فرض و نفل را نشسته خواند، بیمار برایش اجری پره است، اجری 100% میگیرد. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث ابی موسی رضی الله عنه، بنابر سخنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آن حدیثی که روایت از ابو موسی اشعری رضی الله عنه آمده است که اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وقتی که بنده بیمار شود یا که به سفر براید، برایش مثلی که مقیم بود و صحیح بود، مثل همان اجر و ثوابش برایش نوشته می شود. آمده رواه البخاری، حدیث بخاری باید گرست. قول شیخ الاسلام الثانی تکبیرة الاحرام، دویم رکن تکبیرة الاحرام می باشد و دلیل حدیث و دلیل حدیث است تحریمها التکبیر و تحلیلها تسلیم. تحریم نماز تکبیر است و تحلیل نماز تسلیم است. لازم میفهمون تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أول تكبيرات الصلاة. تكبيرة الإحرام أولين تكبيرها نماز باشد. نماز بسیار تكبيرها است، یکمش تكبيرة الإحرام وهي في الصلاة كالإحرام في الحج والعمرة. یعنی تكبيرة الإحرام در نماز بمانند احرام در حج و عمره است. چه که در حج و عمره احرام حتمی است، به همین احرام حج را آغاز میکند، عمره را آغاز میکند، تکبیرة الاحرام هم به همین نماز آغاز میشه. و انما سمیت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته بهذه التكبيرة أمور كانت حلالا له قبل ذلك. چرا این تکبیرة احرام نامیده شد، تکبیر حرام نامیده شدن یکی احرام؟ چون که به شخصی نمازگزار وقتی که وارد نماز خود شد به این تکبیر، به سبب این تکبیر امور برایش کارهای حرام می شود که وایها قبل از این برایش حلال بودن اکنون حرام شدن. مثلا چی؟ کل اکلی، مثل خوردن و شربی، نوشیدن و الکلام، حرف زدن، گپ زدن و غیر از چیزهایی که خارج از نماز میشه. ولی هذا قال صلی الله علیه وسلم، بنابراین پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود تحریمها التکبیر، تحریم نماز تکبیر است و تحلیل همینها یعنی برایش حلال میشوند بعد سلام.
رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه. حديث الترمذي وديگران از علي رضي الله عنه رواية مثنى. وقفت اسكي هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن إن حديث از همه صحيح ترين چیز از در این باب در این مورد و خوب تر است. منظر إرواء الغليل بارای معلومات پره إرواء الغليل را بنگر گفت است. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله رب العالمين.